آماده من باز با تو رفتار دفعش کن آخه این چیه پس وقت دخترم این به آیله ما راست نمیاد تو شرط است که عصبهای من رو خراش کنی دخترم؟ نه پدر جان عصبی نشده همش خوب میشه خاکی دو مشتی میشه خاکی سری قب میشه تو در این دیوانه چی رفتی؟ پدر جان این دیوانه نیست دخترم به خدا که من خوبی کاری تو رو میخواهم چرا تو اینا نمیفهمی؟ من شما رو میفهمم پدر جان من یکی دیگه از شوهرم است دخترم اگر در کوچه از پیشت بگذرد هر کسی که از کنارش میگذرد بفهمد که کی بلایی در سرش میآورد دخترم بیا راضی شو من به تو یک جوان 4 تالای خوب رو یابم پدر جان این خیلی انسان خوبست این مرا دوست میکنه من نمیدونم چی بفهمم زیاد داری یک بار دیگه تو بسیار پایان نگاه نکنید